درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز تا آخرین کلیپ گوش کنید. پدر جانی عزیز، پدر جان صدای منو میشنوی؟ پدر جان یک بار دیگه هم شده پاشو من دین خودم ادا بکنم، دستتو ببوسم. پدر جان میشنوی؟ نمیشنوه. مادر جان میشنوی صدای منو؟ یک بار دیگه هم شده لطفاً خواهش میکنم، یک بار دیگه هم 10 دقیقه 1 ثانیه بیا پیش من دست پاتو ببوسم، حلالم بکنی. مادر میشنوی؟ مادر جان نمیشنوه. دوستی عزیزم ببخشی برات دروغ گفتم، ببخشی برات یعنی کل سال که نگرفتم، ببخشی عزیز دلم حقتو خوردم. یک بار پاشو که من دین خود ادا بکنم. 1 ثانیه لطفاً خواهش میکنم. پا میشی؟ پا نمیشه. ای دوستی عزیزی که کینه داری، ای پدری عزیزی که کینه داری، ای برادری عزیزی که کینه داری، ای خواهری عزیزی که کینه داری، بریز دور امیال زیر برو دستشو ببوس، بگو پدر جان منو حلال کن، اگه من اشتباهی کردم منو ببخش. برو از تو سود معذرت خواهی بکن، بغلش کن. دنبال چی میگردی؟ دنبال فرصت میگردی؟ باور کن فردا فرصت ندارید. اینا بدون فرصت و بدون هیچ خبری از دنیا رفتن. الان بعضی دوستان اینا هستن که دنبال 1 ثانیه میگردن که یک بغل بکنن، یک معذرت خواهی بکنن. متاسفانه وقت نیست. وقت الله دمی دنیا برای من تو داده، دمی دنیا وقت و فرصت و معذرت خواهی رو داده. آل یا زیرمی امروز کینه ها و بخل و عداوت از این قلب خالی بکن و برو با یه دل خوش بگو پدر جان دوست دارم منو ببخش. دوستی عزیزم حقتو حلال بکن. هی دوستی عزیز دنبال چی هستی؟ از مرگ نمیترسی؟ مرگ آمدنی است. باور کن جای فرار نیست. مرگ آمدنی است. خوب باش. اگه میخوای الله میربان راضی بکنی عزیز دل، تو این دنیا کینه و بخل و عداوت رو بریز دور. الله میربان بخل و عداوت و کینه رو بد میبینه، دروغ رو بد میبینه، کینه رو بد میبینه. پس بریز دور. اون اللهی که منو تو رو خلق کرده. ای دوستی عزیز، ای خواب غفلت کی بیدار میشوی؟ تو خواب غفلت هستی. بیدار شو. یا الله میربان ما را از خواب غفلت بیدار بساز. آمین. نگاه بکنید دوستای عزیز، باور کنید این بی‌ترین فرصت است. نگو من فردا میرم، نگو الان میرم. اینمی حال یا زیر پاش از همین جات همین کلیپ که سعی میکنه زنگ بزن. 1 ثانیه بعد معلوم نیست چی کار داره میشه، چه اتفاقی میفته. مگه مرد جوان پیر میشناسه؟ نه خیر، نه عزیز دل، هیچ جوان و پیر مرد نمیشناسه. عزیزای دل، هر روزی که یک مرد مسلمان، یک دوست مسلمان از دنیا میره، برای من تو هشدار است که دوستی عزیز برو از دوستت که نداری معذرت خواهی کن. از پدر و مادرت و پدر و مادر رو راضی بکن، چون که تو هم سفر داری. ای دوستی عزیز دوست دارم، به خاطر خدا دوست دارم.